بچه ها سلام. یه فیلم آوردم که حالا اولشو ببینید، معرفی میکنم. به اطرافتون نگاه کنید و متوجه باشید. سلاح‌ها، سگ‌ها یا سیم‌های خاردار ما زندان شما را تشکیل نمیدن. زندان شما خود سیبریه، یعنی تمام 8 میلیون کیلومتر مربع این سرزمین یخزده. زندان شما طبیعت اینجاست، طبیعتی که هیچ رحمی نداره. اگه این ببین اسم این فیلم The Way Back، یه فیلم تاریخی درام ماجراجوییه. این شخصیت منفی فیلم اینجا اضافه میشه. مشک بازی نداری. تو چی میخوای؟ بازی ها داره خلاف میل من پیش میره. به خاطر بدهی کوچیک انگوش میبرم، بدهی بزرگ سر میبرم. من شاید بدهکار بشم، اما هیچ وقت گرگمو نمیبازم. تو جنگل شما چاقو لازم دارین، منم معجزه، پس با تو میام. دلش میخواد با اینا فرار کنه. داستان تازه از اینجا بچه ها شروع میشه. ببینی؟ دیگه کبریت نداریم، اما سنگ چخماق کاباروفو داریم. چیزی که میخوایم گوشته. میخوای تله درست کنم؟ ما نمیتونیم برای تله منتظر بمونیم. غذاشون بس سریع خیلی حرکت کمه. کنیم. روستا پیدا کنیم غذا گیر میاریم. برای سرمون جایزه تعیین کردن، یادت باشه. میدزدیم تو شب، عمرن نمیفهمن. ما دزد نیستیم. پس من میدزدم، خودمم میخورم، تو هم نگاه کن. اون چیه؟ ببین اینجا انقدر گرسنه شده داره فکر میکنه که یکی از این همراهاشونو بخورن. اون پیرمردم که فقط ماهی ریز میگیره. خیلی ما باید گوشت بخوریم وگرنه میمیریم. تو پاخان هستی، حتما فکر همه چیزو کردی. فکر غذای آدمای اضافی که آوردی. نه وقتی به دریاچه بایکال برسیم غذای بیشتری گیرمون میاد. اونجا یه عالمه ماهی هست. به گفته تو باید یه هفته پیش به دریاچه برسیدیم. ها؟ خیلی فیلم عمیقیه بچه. حالا اینجا از شانس یکی داشته تعقیبشون میکرده، میبینن یه خانوم بسیار زیبا هستش. ولکا نه شانس هممونو به کشتن بدی؟ آروم باش گافچرون. این سکانس هم خیلی خفن بود، گفتم کتابو ببین. پاره کردی. احمق. رفته غذا گیر من احمقم؟ آورده ولی بذار خب ببینیم کی نمیگن احمقه. چجوری. ها؟ خودتون برید ببینید. غذاست. کسی رو کشتم؟ آره. آدم باحالیه. و اینجا خیلی باحاله، میرسن به جایی که دیگه نقطه فرار مرزه. از مهمون نوازید متشکریم خاک روسی، اما من دیگه بعد میگردم اینجا. این دیوونه اینجا دیگه ادامه نمیده، چون اصلا نمیدونه آزادی یعنی چی. خب اینجا هم باحاله، نشون دادم که برید ببینید کی شده. خیلی خوب همه آروم باشین. خدای من. فرار نکن آروم باشین، لبخند بزنین، دوستانه رفتار کنین. لبخند بزنین. درخت هست پس آبم هست. اینجا انقدر تشنگی بهشون فشار آورده، این دو نفر دوتا آدم خوبن ولی فشار یه کاری میکنه که به جون هم بریم به دیگه. سمت جنوب، همه رو به کشتن میدی. یاناش گوش کن چی میگم. ما داریم میمیریم، داریم از تشنگی میمیریم. بس کنید. حتی این فیلم رو حتما ببینید. اینجا خانم زیبا رو گفتم ببینید، داره حالش بد میشه. کمک کنین. حتما این فیلم رو ببینید، حتما.